باز من یکی دیگه الو چطوری معلومات من مفتم از منی باید خفن دیگه چنل خودتون یعنی چنل کرفت که میتونی باید آموزش خفن دیگه آموزش دانلود و نصب یعنی شیری خیلی خفن شیری باید بری بوشه ضعیف کشکان شیری رم دو و حالا که گرافیک خیلی خفن و ایمان کرافت دنیای خیلی با دردتون میخوره من بگم که اینجوری خب آقا قرار است که هر چیزی ویدیو لایف ما ضروریاً بدن که منطقه زیده من کنی برای مایکرافت مثل یکی جایی مایکرافت پچ شده که داخل چنل ویدیو قرار میدن و این مایکرافتی که بتونی روش نصب کنی و اجرا کنی این مایکرافت داخل چنل ویدیو که براتون قرار میده میتونی برید نگاه کنید چنل ویدیو که لینکش داخل دیسکریپشن هستش حرف دیگه نداره برید سراغ ویدیو راست باید مایکرافتتون که پچ شده باشه که الان داریم میبینید. خب الان مثلا میبینم یه دونه مپ جدید بسازم ولی خوب نمیخواد. من از قبل مپ ساخته بودم. مپش نه این نیست، مپش این نیست، مپ باید باشه. آره همینه، اینم مپش همینه. اینم موده که باید اد کنید ولی خب این رو کاری نداشته باشید. این مودو که اد کردید از این بخش مودو میاد خب بازی به وارد بازی میشه. یکمی طول میشه باید بلدی میاد. خب آقا اینم از شیدر. فقط نگاه اصلا یه چیز دیگه است. شما فقط شیدر نگاه کنید. فقط دیدیم وقتی رفت آقا آب چه افکتی میده. آره اینم از خوبی این شیدره. یک موج خیلی خوب داره بدون لگه. البته این موقعی که من میدم این چیزی که میفته ما یه مود دیگه است که در همراه این مود هم اینجا افکت کنده شدن بلاک ها به صورت خیلی واقعیه. خب الان دیگه اینم از روزشه که داریم میبینیم چه خورشید خفنی، چه ابرهای خفنی داره. چیز خیلی جالبیه. خود الکس خود استیون یکم نورانی شده، بازیکن‌ها چه حیوانات نورانی شدن، سایه خفن، تکا خوردن برگا به صورت موج که خیلی خفنه. برگا داره میبینیم چه تکونی میخوره. آره دیگه خلاصه از این خفن تا شما ندیدید. این آب خفنش نگاه کن فقط چه آبی چه سایه انداخته. یه مورد اینم از مود بود که هیچ ولش کن. اینه چه افکت خفنی داره. آره دیگه اینم از این افکت خفن و نور خفنش ما فقط نگاه کن فقط چه نور خفنی داره. خلاصه خیلی مود خوبیه برای گوشی. 100% امتحان نصبش کنید که اگر دستش میدید. خب بریم برای بخش شبش که اون یه چیز دیگه است. اول غروب بعد شب البته اون یه چیز دیگه هست. خب آقا اینم غروبش که شما فقط نگاه کن. خب آقا اینم شبش بود که البته ما غروبش رو میخواستیم. اینا یه چیز دیگه هست. اصلا غروبش یه چیز دیگه است. بخشی من یکم آروم صحبت میکنم، واقعا موقعیت و صدا گرفته. نه یه رسید دیدی چی شد؟ من خودم تازه کشفش کردم. نگاه کن چه نوری میتابه. شما نگاه کن. نگاه کن فقط چه نوری میتابه بش. نگاه کن چه نوری میزنه. خودم تازه فهمیدم درختا تندتر تکون میخورند و شب نگاه کن. شب آسمون رو نگاه کن چه قصد تاریخ خفن. این بخش فوق‌العاده است. آره دیگه اینم از بخش غروبشه که یه چیز دیگه است.
این گلس شراطی مال خودم، مود دیگه است که خب توی آینده معرفی میکنم. بله ماهش یه ماه 3D همون سه‌بعدی که خفنه. اینم از این بخش. بریم ولی بخش شبش که دیگه نیازی به توصیف نیست. یه بخش خفن جداگانه، این چیز امکان توصیفش وجود نداره. این شبه. بله چقدر جالب گفتم ولی خب دیگه. بله نگاه کن چه چیزایی. این شبشه، شفق قطبی ما. نگاه کن. اوه چه سور. ماینکرافت نیست، GTA شد ماینکرافتش. نگاه کن چه شفق قطبیه، چه آسمونی، چه نور پردازی خفنی. و دیگه ستاره رو نگاه کن چه آبی داره. نکن شما نکنن انعکاس شفق قطبی رو نگاه کنید، ولی بیلدیوری آب نکن. انعکاسش روی لاک‌ها درخشانه داخل شب ماینکرافتش. بله اینم از این بخش. و بخش پایانی و جذاب ترین بخش تموم میشه. این بخش رو بگم ویدیو باید تو بتره کنه، برای لایک و سابسکرایب بکن. بخش شما نور رو نگاه کن. فقط نور رو نگاه کن. یه لحظه نه خدا نگاه نور نگاه کن. شما نور رو نگاه کن فقط یه لحظه. بگم کمه. شما نور رو نگاه کن اصلا یه لحظه فقط. بخش رو چیدم که خیلی خفن میکنه. رزستون نور رو نگاه کن. نور رو خدایی نگاه کن. نور رزستون که داری میبینی. بله این نور از کجا اومده؟ ما این از کجا آوردیم؟ جدی میفهمی خدایی. نگاه کن چه خفن نورش. معرکه است. نگاه کن فقط میاد با یک نور عالی. نگاه کن این نور از این میان میشه اینجا هی دارن میان چیز دیگه که دیگه ابرا ستاره ها همه چی خفنه. به بخش بارون که اونم این بخش دیگه است. اون بخش برای بخش پایانیه. دلیلش چیه؟ چون اون بخش دیگه ماینکرافت نیست. شما دارید ردد 2 دارین بازی میکنید. فقط بریم نگاه کنید. شما ابرا خاکستری رنگ شدن. ابرهای بیشتر به وجود اومد. نگاه کن ابرها از بالا دارن میان پایین. شما نگاه کنید ابرها رو از بالا دارن میان به سمت پایین. ابرها توشون داره خالی میشه، یعنی ابرها دارن بارونی میشن. و این ماینکرافت نیست دیگه. ماینکرافت نیست. نگاه کنید چه موجی از بارون داره میره میاد. خدای من شما نگاه کنید این موج. نگاه کنید زمین و بارونی گل مابا رو نگاه کنید چه رنگ خوشگلی دارن. به حالا مه سنگین برای بازی افتاده و تورچ خیلی خوشگل و خوب داره نور میده. البته این رو بلاک های دیگه تاثیر میذاره، فقط رو خود زمین نیست. مثلا من الان اینجا بیام میگم از این بلاک های چوب میذارن ببینید دیگه. بله این رو بلاک چوب هم تاثیر داره. خیلی خفنه، خیلی خفنه. سایه درخت های چیز دیگه است. آره دیگه این هم از این بخش. زمین براق شده. نگاه کنید زمین. آره براق شده داریم میبینید. زمین براق شده، مابا پر رنگ و خوش رنگ. و بریم برای صحبت پایانی که یه چند تا توضیح باید بدم. بعد دیگه تموم میشه ویدیو دیگه. تموم چیز دیگه میشه. خب آقا اینم از این ویدیو خفن و به درد بخور که شما بهتون بلاک کندم. چرا دیگه حرف دیگه نداریم. زود باشید که ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید که حمایت زیادی از من میکنید دیگه. همین. و یه نمای خیلی خوشگلم از شیدر معرکه است دیگه. بعدم میگم لینک میشه یه داخل دیسکریپشن هستش. لینک همون توضیحات ها هستش. لینک بعدم میرید داخل کانال روبیکان و شیدری که عکسشو و پستشو گذاشتم میتونید دانلود کنید و دیگه ببینید هیچ دیگه نمونده دیگه. این شیدر رو شما هیچ جا پیدا نمی‌کنید. و بعدم میگم که من اینو میگم که بچه‌ها من شیدر ها رو نمیسازم
من اصلا داخل کار ساختن مود و شیدر نیستم. بگم مثلا بعضیا فکر نکنم ببین تو شیدر میسازی و دروغ میگی از اینجور حرفا. نه بچه من شیدر نمیسازم و هیچ وقت عکس بنر ویدیوم کاور ویدیومو فیک نمیذارم به هیچ عنوان. اینا همیشه یادتون باشه. و دیگه همین. و اینو خودم نساختم، از دنیای آپارات و یوتیوبر دیگه دیدم و آوردم و شیدر فقط معرفی میکنم. من کارم ساختن شیدر نیست. همین. برگا رو تو میخوردن دلش میره. و دیگه همین، حرف دیگه نداریم، بریم برای پایانی دیگه ویدیو. و هر جا باشین خوش و سلامت باشید. ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید. که دارم میبرم. آره دیگه حرف دیگه نمونده. خداحافظ.